بریم برای درست کردن مرغ سرخ شده با سس دونه اناری. بچه اگه طرفدار غذای ترش هستین خیلی خوشتون میاد. ممنونم که منو میبینید. بچه من به مرغا زعفرون اضافه کردم برای عطر و طعم بهتر، فلفل پول بیبر که یکم غذا ترش و تند بشه، نمک رو اضافه کردم، پودر زنجبیل برای گرفتن بوی ذوب مرغ اضافه کردم، زردچوبه که گفته میشه نور آدما رو زیاد میکنه و بهترین ادویه است، و فلفل سیاه که اونم همینطور، هر دو عالی هستن. کمی روغن زیتون. خب مزه ها به خورده هم رفت. الانم پودر انبر رو اضافه میکنم. بچه ها پودر انبر مزه مرغ رو فوق‌العاده میکنه. بره برای استراحت. سیب زمینیامو خلال کردم. اندازه دقیق موادم براتون توی دیسکریپشن گذاشتم. با حمایتاتون خیلی منو خوشحال میکنید. ممنونم ازتون. همونجوری که میبینین پیازا رو ریز میکنم و کنار میذارم. الان دیگه موقع اصل کاریه. روغنم که گرم شد زردچوبه رو اضافه میکنم. اگه کلیپای قبلی رو دیده باشین من همیشه برای درست کردن غذا ادویه‌مو رو توی روغن سرخ میکنم. پیاز رو سرخ میکنم. کمی که سبک شد دونه های انار رو اضافه میکنم. نمک و فلفل. چیزی که خیلی طعم این سس خوشمزه میکنه پودر نعنا خشکه. یه مزه غالب میشه و خیلی خوشمزه میشه. نصف لیوان آب اضافه میکنم. رو به انارمم به مقدار کم اضافه میکنم. یه مقداری که رو به انارا رو روغن گرفت کافیه و میتونین زیر گاز رو خاموش کنین. توی همون مایتابه مرغا رو سرخ میکنم. سیب زمینی هم سرخ شده به این شکل. این هم میشه نتیجه. بچه امیدوارم که دوست داشته باشین. خیلی خوشحال شدم از اینکه همراه هم بودین. دلتون شاد، دلتون شاد.